دوست داری گوشی هر کسی رو که بخوای هک کنی؟ دلت میخواد به اطلاعات شخصی هر کسی دسترسی پیدا کنی؟ دوست داری قفل موبایل هر کسی رو باز کنی؟ خب تبریک میگم شما مریضی. والا به خدا برادر من گوشی چیز شخصی شما، باید خودتو بری دکتر نشون بدی. سلام فرست آرمی، خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. همونطور که گفتم هر کسی یه حریم شخصی داره و خب متاسفانه بعضی اصلا اینو متوجه نمیشن. یه بیماری دارن که بهش میگن کله تو گوش بقیه کردن. خب ما با این دسته افراد اصلا کار نداریم، ولی خب ممکنم از بعضی موقع نیاز بشه گوشی سریا رو باز کنیم که البته من نمیدونم ممکنه چه موقع‌های این اتفاق پیش بیاد، اما این دوستمون میگه که اگر یه زمانی احیانا لازم شد میتونید از این روش استفاده کنید تا قفل گوشی بقیه رو باز کنید. موارد مورد نیاز: رژ لب. یه لحظه وایسید. بیهوشه. بله همونطور که مشاهده کردید در این روش خاص هک کردن قفل گوشی سطح هوشیاری صاحب گوشی باید بیاد پایین و خب من در این روش از این 4 تا استخون برای این کار استفاده کردم. توجه داشته باشید از اینجا به بعد وقت شما زیغه، چون ممکنه ضرب دستتون مثل من قوی نباشه و خیلی سریع به چسب نوارین رژ لب گوشی و همون انگشتی که طرف قفل گوشیشو باهاش باز میکنه نیاز داریم که در اینجا گوشی فیلم بردار ما با انگشت اشارش باز میشه که چک میکنیم که بله با انگشت من باز نمیشه و میگه بیا و ما دست به کار میشیم. یک مقدار رژ لب نیاز. رژ لب از دستم افتاد کنده شد. این جزء برنامه نبود. خب یه بار دیگه میگم که وقت زیغه و شما باید یه دزد حرفه‌ای باشید تا بتونید مدیریت بحران کنید. باید نوک انگشت فیلم بردارمون که الان مثلا بیهوشه رو با رژ لب قرمز کنیم و تمام سطحشو بمالیم. چسب نواریتون باید کاملا تمیز باشه و اون قسمت تمیز رو بزنیم. جمع کن انگشتتو، بزنید به نوک انگشتش، یعنی اینجوری خیلی با احتیاط میزنیم و برمی‌داریم. حالا ما یه کپی دقیق از اثر انگشت صاحب گوشی رو داریم که باید روی انگشت خودمون قرارش بدیم اینطوری و بریم که تستش کنیم. امیدوارم تمام این مدت اسکل نبوده باشیم. ارور میده. نه ارور داد. یعنی کجای راهو اشتباه رفتی؟ یه بار دیگه به خوبی سطح انگشتش رو رژ لبی میکنی و این دفعه به جای سطح داخلی که چسباننده چسبه از سطح بیرونی استفاده میکنیم و کپی میگیریم. الان سطحی که رژ لبیه در واقع بیرون چسبه، یعنی اگه دست بهش بکشم پاک میشه. بریم ببینیم که این گوشی گول میخوره یا نه. لعنتی. نو مین باز شو. ارور میده. اینجا 2 تا سوال مطرح میشه که آیا این گوشی میتونه تشخیص بده که این اثر انگشت مال ما نیست یا نمیتونه تشخیص بده که این اثر انگشت مال اون هست. میدونی چی میگم؟ یعنی درست داره تشخیص میده یا اشتباه داره تشخیص میده. احتمالاً نمونه برداری ماست که مشکل داره. یه بار دیگه با سطح چسبنده چسب نمونه برداری میکنم و سطح نمونه برداری شده رو ارور میده. من میگم ممکنه مشکل از رژ لب باشه که خب احتمالش کمه، ولی تست کردنش ضرری نداره. پس رژ لب قبلی رو پاک میکنیم و از یه رژ لب استفاده میکنیم. فیلم بردارمون هنوز بیهوشه، چون اگه باهوش بود الان میزد میکشته. خب آخه این چه زندگیه ها؟ زندگی که یک ذره به هم اعتماد ندارید و برینید توش. لا به خدا این گوشی اونو چک میکنه، اون پیامای اینو میخونه، خاک به سرش. حالا یه کپی دیگه از اثر انگشت داریم که با یه رژ لب دیگه به دستش آوردیم. حالا بریم ببینیم که ممکنه جواب بده یا نه. از لحاظ منطقی که ممکن نیست. و حالا باید این اثر انگشتی که کپی کردیم و دوباره به گوشی نزدیک کنیم. باز شد. یه بار دیگه چسبو میاریم و یه کپی ظریف ازش میگیریم، میذاریمش روی انگشتمون و توجه کنید که صفحه قفله. اینو میارم
اینجوری اینجا ارور داد. وایسا اینو اینجوری میایم نه اینجا و باز میشه. حالا به تمام اطلاعات شخصی فیلمبر دارم، دسترسی دارم. راستی من این فیلمبردارمون بیهوش نبود. خب چرا از اول انگوششو نیاوردم اینجوری بزنم باز بشه؟ چه کار تباهی بود ما انجام دادیم. اما خب مفتخرم که بگم بعد از این همه کثافت کاری ما موفق شدیم کلم رو بکنیم تو گوشی که به ما هیچ ربطی نداره. ممنونم که ویدیو تماشا کردید. اگه خوشتون اومد خوشحال میشم که لایک کنید، سابسکرایب کنید، یه کامنت هم برام بذارید.